اگر همی دوستم گل بودین دست یکی کردید، یکیش از گوی زنبوزک زده نگرفت، دیگهش از گل سال زده نگرفت. شار کنی نایی حول ما را به خاک خون کشیدن. خاص ما همیست از آقای گلبدین حکمتیار که تخلص میکنه که از شیطان ها کده بتر برآمد. هیچ آواز مسلمان به گوشش نمیرسه، به گوش دوستان نمیرسه. تقاضای ما همیست اگر ما از افغانستان هستیم، همین زن ما طفل ما زادی از همی خاک هستیم، خمار از همی خاک آرام بانن که لقمنان بیچارگی غریبی خدا پیدا کنیم، همون را با آرامی بخوریم. اگر نیستیم بگوید نیستیم، شما برای این به خاک دیگه بریم دیگه خواستره برای ما هیچ چیز نمانده. کالا ندارم که بپوشم. یک جاکت دکتر صاحب 2 روز از برای ما توصیه میکنه که جاکت بپوش، مگر برای ما جاکت نمانده که ما جاکت بپوشم. با خدا برای نفر شب خانه حضور کردیم که من از اینجا اصول نکن که من جاکت نگانم، که من در اتاقا خودک میخونم. اینی بچه مسکتی نیله، یعنی شما خوب ببینید، اینی بچه مسکتی از مجبوری پیشم گرفتیم که چای نگانیم. شیطان منادت کنه، نروش که منادت کنه در خانه جل برادر کلانم که من زنگه به یک جای دیگه به لگه جای انتقال میکن. مگر این روز خدا سرم آورده، گلبدین حکمتیار را آقای دوستم آورده، دیگه کس آورده. مثل من خدا چقدر لازم دیگه در این حال روز است. بیاز خدا از این راکت از این روز بکشم دیگه. نه خرچ خانه داریم در کاله، نه کالای پوشیدنی داریم، چیال روز است. نه خرچ خانه داریم در کاله، نه کالای پوشیدنی داریم، چیال روز است.